تاریخ تاجیکستان داستان سرزمینیه که در قلب آسیای میانه هزاران سال محل تلاقی فرهنگ‌ها، زبان‌ها و تمدن‌ها بوده. بیش از 2000 سال پیش یونانیان این منطقه را سغدیانا می‌نامیدند. سرزمینی آباد با مردمانی که به زبان‌های ایرانی سخن می‌گفتند و نقش مهمی در تجارت و فرهنگ جاده ابریشم داشتند. سغدی‌ها را می‌توان بخشی از نیاکان فرهنگی تاجیکان امروزی دانست. اونها به خانواده بزرگ مردمان ایرانی زبان تعلق داشتند. همان حوزه فرهنگی که در متون کهن با نام آریایی شناخته میشه. این واژه در اینجا به مردمانی اشاره میکنه که زبانها، اسطوره‌ها و سنت‌های مشترک ایرانی رو در گستره‌ای وسیع از فلات ایران تا آسیای میانه شکل دادن. اما خود واژه تاجیک نیز تاریخی معنادار داره. این واژه در منابع اسلامی و آسیای میانه به ویژه از قرون اولیه هجری برای اشاره به مردمان فارسی زبان و یک جانشین به کار می رفت در برابر اقوام ترک زبان کوچنشین. به مرور زمان تاجیک به نامی هویتی برای فارسی زبانان آسیای میانه تبدیل شد. مردمانی که زبان، فرهنگ و حافظه تاریخیشون ریشه در جهان ایرانی داشت. به این معنا تاجیک بیش از آن که یک مفهوم قومی باشه، نشانه از زبان، فرهنگ و تداوم تاریخی پارسی زبانان در آسیای میانه است. در همین سرزمین بود که اسپیتامن، سردار نامدار سغدی، در برابر اسکندر مقدونی ایستاد. او با شناخت دقیق از جغرافیای کوهستانی و استفاده از جنگ‌های چریکی، ارتش قدرتمند اسکندر رو با چالش‌های جدی روبرو کرد. تاریخ نگاران یونانی از اسپیتامن به عنوان یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اسکندر یاد کردند. یکی از درخشانترین فصل‌های تاریخ تاجیکستان دوران سامانیان هست. امیر اسماعیل سامانی نه تنها یک فرمانروای مقتدر، بلکه نماد احیای فرهنگ و زبان پارسی در آسیای میانه بود. در این دوره هویت مردمانی که بعدها تاجیک نامیده شدند شکل روشن و پایدارتری یافت. سامانیان آگاهانه از فارسی دری حمایت کردند و آن را به زبان رسمی دیوان، ادب و علم تبدیل نمودند. بخارا پایتخت آنها به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی جهان آن روز تبدیل شد، شهری که نقش اساسی در تداوم فرهنگ ایرانی داشت. در همین دوران رودکی پدر شعر پارسی میزیست و میسرود. او با زبان ساده، موسیقیایی و مردمی خود فارسی دری را به زبانی زنده و گسترده تبدیل کرد. نقش رودکی نه تنها ادبی بود، بلکه او به شکلگیری حافظه فرهنگ مردمانی کمک کرد که امروز آنان را تاجیک مینامیم. در این اصل تاجیک بودن بیش از هر چیز به معنای پارسی زبان بودن، شهرنشینی، پیوند با فرهنگ ایرانی و مشارکت در سنت علمی و ادبی بود، مفهومی که تا امروز نیز در هویت تاجیکان باقی مونده. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تاجیکستان وارد مرحله‌ای دشوار از تاریخ خود شد. ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناگهان فرو ریختند و کشور به جنگ داخلی کشیده شد، جنگی که آسیب‌های عمیق انسانی و اجتماعی به همراه داشت. در این دوره امام علی رحمان در سال 1992 رهبری کشور رو به عهده گرفت. مسیر پیش رو آسان نبود. جامعه‌ای زخمی، نیازمند صلح، آشتی و بازسازی بود. با گفتگو میان گروه‌های مختلف و همراهی میانجیگری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سرانجام در سال 1997 پیمان صلح امضا شد. این صلح نه تنها پایان جنگ، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در بازتعریف هویت ملی تاجیکستان بود. هویتی که هم ریشه در تاریخ کهن داشت و هم در چارچوب یک کشور مستقل معنا می‌یافت. پس از تثبیت ثبات نسبی، پروژه‌های بزرگ زیرساختی آغاز شد. سد و نیروگاه راغون به عنوان بلندترین سد خاکی جهان نماد تلاش برای استقلال انرژی. تونل استقلال نیز شمال و جنوب کشور رو به هم پیوند داد و انسجام جغرافیایی رو تقویت کرد. در کنار این توسعه توجه به فرهنگ و زبان پارسی ادامه یافت. احیای نوروز، بزرگداشت رودکی، اسماعیل سامانی و دیگر مفاخر
نشان دهنده تداوم و همان هویتیه که قرنها پیش به نام تاجیک شناخته شد. امروز تاجیکستان کشوریه که در دل کوهستان‌های بلند آسیای میانه حافظ زبان پارسی و میراث جهان ایرانیه. تاجیک در این معنا نام مردمانی است که با زبان، فرهنگ و حافظه تاریخی خود پیوندی زنده میان گذشته و آینده برقرار کردند. تاجیکستان یادآور این حقیقت است که هویت‌ها با حذف دیگران ساخته نمی‌شوند، بلکه با حفظ ریشه‌ها و گفتگو با تاریخ زنده می‌مانند.